امشب که دیگه ما رو بار کردی اولاد ما رو خوش ساخته خداوند همه تون خوش بسازه. چه بدانیم یا دیگه اسمش چند است؟ اسمش بونیت باربار چطور تیر میشه؟ چطور دستکای تا یخ زده؟ والا خانو کد چی کار میکنی؟ دیگه شیر میفروختن دیگه نال چند روز کاروبار خراب بود دیگه نشد. میری بخیر طرف خانه؟ بخیر. جانک جور است. کار روز و روزگار بخیر تیر میشه. خوب است انشالله. خدا جنت فضل نصیب کنه. بخیر باشی. دوستای عزیز قسمی که شما تصویر ببینید گوسفند ذبح میکنیم های ما بزرگتر میزمند هستند اگر شما را تصویر ببینید انشالله باقی برنامه را ما در خدمتتان هستیم. بخیر بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. شب کنه اولادا یک شروعای خوب کن بکرد جو بزن باکنی دوستای که کمک هم کنی کردن باکنی ولی نکنه مخاطبه منه را دیگه وادش هم نشد و خیلی نور اندر که الله نبیت هم ارتکاف کنه سر خیر رسی بس منه تو دام اسمان اخری در توادر تکی که منه و نکو الله ای الله ده وقت خیر درستی بدل دارد سرکی پیش بیاد سرکی است بخیر است انشاءالله آرامانی و کاربان سرک خوب است دوستان را باید کمک کنم نوش جانت یک چیزت شروع کن بکر بخته کن کسایی که همکاری کرده برش دعا کن به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی خوب هستی بچه؟ ساعت خوب است؟ جانک جور است؟ کجا روانستی بخیر؟ خانه کجاست خانه؟ نساجی چی کار میکنی؟ دیگه شیر میفروختن دیگه نال چند روز کاروبار خراب بود دیگه نشد. میری بخیر طرف خانه؟ خواه اینی گوشته که بگی انشاء یک شروع پخته که فامیلت دیگه بگه کسایی که کمک کرده دعا که از طریق بنیاد خیری باران رحمت خدا حافظت کنم 22 روپا از آخرش چند میدی خانه کجاست؟ کاروبار بخیر تیر میشه؟ دوستا میره همکاری کردن از طریق بنیاد خیری باران رحمت اسمش بدانیم یا دیگه اسمش چند است؟ اسمش بونیت باربار چطور تیر میشه؟ یکی برابر این دیگه که دیگه شب بخواه یک شروعای خوب برای جور کن و دوستایی که از طریق بنیاد خیری باران رحمت کمک کنه برشان دعا صحیح است؟ بخیر باشید مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. خدا جنت فضل نصیب کنه. بخیر باشی بسیار زیاد تشکر شما وقت خوش نوش جانت باشه سلام علیکم
سلام مادر، خوب هستی؟ ساعت جانک جور است؟ کار و روز و روزگار بخیر تیر میشه؟ خوب است انشالله. از طریق بنیاد خیریه باران رحمت دوستا یک کمک گوشت برتان گرفته امیر بخو و کسایی کمک کرده برشان دعا کن. خوش آرام باشی، برو روز و روزگار خوش داشته باشی. خداحافظ پدر. طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن دوستا یک دعا کن. خداوند خیرشون بده. خداوند وسیله و ثواب کل مسلمانان را. نوشک جانت قربانتان خیر وقت خوش داشته باشی. تشکر می‌کنم. خیر باشی. خداحافظ. امروز ما را شکر نعمت کن غم السلام علیکم. پدر قبول هستی؟ صحت خوب است؟ جانک جور تو دستکای تا یک زده؟ حالا خانم کس بخدا. تفاهم چند نفر هستی؟ 8 نفر. دوستان از طریق بنیاد خیریه باران رحمت یک کمک گوشت برتان گرفته امیدم نوشی جان کنید در کنار فامیلتان دیگه به کسایی که کمک همکاری کردن به حقشان دعا بکنید. خداوند در این دنیا کارشان کنه نداشته. خوش آرام باشید. خداحافظ. سلام علیکم. خوب است پدر قند؟ کجا روان هستی به خیر پریشان؟ خوب هستی؟ سلام خوب است؟ اسمت جان چکار میکنی؟ از طریق بنیاد خیریه باران رحمت دوستا برکن گوشت همکاری کردن جمله کسایی که همکاری کردن از طریق بنیاد خیریه رحمت خوش آرام باشید. موشک جانت خداحافظ. سلام علیکم. ساعتت خوب است انشالله؟ کاربار بخیر تیر میشه؟ اون چیزی که از طرف الله است. چند کار کردی؟ اول دنیا سر مارون که رفت اصلاح کرده باشه. خانه کجاست؟ اون خدا سر چیکار خب یا الله مهربان است. دوستا از طریق بنیاد خیریه باران رحمت یک کمک گوشت گرفته بود. برو خداوند این امیر بخو همراه فامیل کارگرش خداوند قبول بده که هیچم نکنه. بخیر خداوند باشی. بیشتر توفیق بده که بیشتر مثل ما کسا را امشب که دیگه ما را بار کردی اولاد ما را خوش ساخته خداوند همه تون خوش بسازه. خوش آرام باشی پدر ما قند. بار خدا هستیم. دعای ما ان شاء الله الله میگیم قبول کنه باشه. الله مهربان است. بخیر باشی ان شاء الله. خداوند نگیره. خداحافظ. خیر باشی.